کتاب مرگ ایوان ایلیچ. اثر مرگ ایوان ایلیچ از مشهورترین آثار لئو تولستوی است. داستانی کوتاه اما بسیار عمیق درباره مرگ، زندگی، پوچی، ترس و معنای واقعی زیستن. مطلبی از کتاب: یکی از مهمترین ایده های کتاب این است که ایوان ایلیچ در تمام عمر تلاش می کند زندگی داشته باشد که از نظر جامعه درست و موفق به نظر برسد. شغل خوب، موقعیت اجتماعی، خانه مناسب و زندگی آبرومند. اما وقتی با مرگ روبرو می شود، کم کم از خودش می پرسد: آیا من واقعا درست زندگی کردم؟ تراژدی اصلی زندگی او فقط بیماری و مرگ نیست، بلکه این است که در لحظه‌ای که دیگر فرصت زیادی برای زندگی ندارد، متوجه می شود شاید تمام عمر را مطابق خواسته دیگران و معیارهای جامعه زندگی کرده باشد، نه مطابق حقیقت درونی خودش. تولستوی در این اثر به شکل تکان دهنده نشان می دهد که انسان تا زمانی که مرگ خود را دور می بیند، تصور می کند فرصت زیادی دارد. اما وقتی مرگ نزدیک می شود، ارزش بسیاری از چیزهایی که برایش جنگیده ناگهان تغییر می کند. یکی از پرسش‌های اساسی کتاب این است: اگر امروز بفهمیم که زمان زیادی برای زندگی نداریم، آیا از زندگی که تاکنون کرده ایم راضی خواهیم بود؟ و شاید پیام اصلی کتاب همین باشد: زندگی واقعاً فقط زنده بودن نیست. مهم این است که انسان بداند برای چه زندگی می کند.